نهارشون آماده. رسیدیم به مغازه. سلام دوستان گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ولاگ دیگه در خدمتتونم. اومدم غذا آماده کردم واسه مغازمون. من یه غذای خانگی دارم، هر صبح واسه مغازمون غذا آماده میکنم. این قرمه سبزیمونه، هم از پیازداغ واسه مرغمون آماده میکنم، سسش آماده میکنم. اینم از قیممون که آماده است تا بره واسه مغازه برای مشتریامون. آماده کردم بعد بریم بقیه پیازداغ آماده کنیم واسه مرغمون. اینم از دلممون آماده شد، مشتریمون سفارش داده بود واسه نهارشون آماده است. ببریم مغازه تا به مشتری تحویل بدیم. اینم از مرغمون آماده شد، منم برم آماده بشم برم مغازه. با من همراه باشین عزیزانم. رسیدیم به مغازه. سلام پسرم. سلام. از خودت پذیرایی میکنیم مامان. نوشه جون. محمد خود سیسن بیا محمد مشتری اولم. چرا برسید؟ بعد اونجا چیپسش این گاشو عوض کنیم نمیشه، پاشو عوض کن آموزم از یه ده نشیم هر روز دیگه محمد را یه بار از کنیده محمد میگه گوتی میخواد. منم مسخره میگم میگه بهش بده دیگه. گوتی میخواد بهش بابا میگه من باید تله ایرانه دوشا بستا بسا ماما شروع نکن که دیگه با شروع نکن. سلام عجب دلمه‌ای دست مریضه. نه بس سفارش مشتری تا زنگ بزنم بگم آماده است بیاد ببره دیگه. سر میشه.
مسکنه کلارین دیگه از آفالونش دیگه مسکنه Aparım diye meskene gezer. Ne? Bana sana verir de dostu yaptırı alsın bu. Buradan başlamazına kalın olur. برنجمون تمام شد دوباره بذاریم دم. من از غذای خودم از خودم پذیرایی کنم. برای زباد چی میگه؟ زباد بفرما دیگه نمیخوری؟ خوشه جمعه من بخورم بعد کسا بکش بکنم. برو به سلامت. خدا قوت آذر خانم. خواهش میکنی عزیزم. خب دوستان گلم نهارمونم تمام شد. من کم کم مرخص بشم برم خونه پیش بچه‌ها. امیدوارم از این ولاگ روزمرگی خوشتون اومده باشه. تا یه روزمرگی دیگه شما رو به خدای بزرگ